الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی را حمد و شکر و ثنا و ستایش میگوییم که به ما بندگانش توفیق داد و فرصت داد که این روزهای بزرگ سال را دریابیم. بدانید در یک سال بزرگترین و پرقیمتترین و از همه با فضلترین و بهترین شبها این 10 شب آخر ماه مبارک رمضان است. 10 شب آخر ماه مبارک رمضان و از درون این 10 شب آخر ماه مبارک رمضان شب قدر بهترین شب یک سال است. در درون سال 10 شب بهترین شب و در درون 10 شب یک شب این شب قدر است که بهترین شب هست. اما در درون این یک سال، در مدت یک سال، بهترین روزها 10 روز 10 ذوالحجه است. 10 روز ذوالحجه، از 1 ذوالحجه تا 10 ذوالحجه. و در درون این 10 ذوالحجه بهترین روز این روز عرفه است. هر کسی که از بهترین شب این یک سال می خواهد که برخوردار بشود و موفق بشود به اجر بزرگ و نجات و خوشبختی و فضل، پس شب لیلة القدر را دریاب بکند. و هر کسی که بهترین روزهای یک سال را می خواهد پیدا بکند و از درون این بهترین روزها از همه بهترین یک روز را پیدا بکند و از توفیق الله به بنده اش داده برخوردار بشود و از فضل و از نعمت و از برکه و از درجات و ثواب این روز برخوردار بشود، پس روز عرفه را دریابد. یافتن شب لیلة القدر این در یکی از شبهای طاقه 10 آخر ماه مبارک رمضان است. اما یافتن روز عرفه باز آشکارتر است و واضحتر است. روز عرفه به همه معروف است، یک روز پیش از عید، و انمین روز امروز روز عرفه است. بهترین عبادت برای کسی که حج نرفته است در روز عرفه این عبادت روزداری است. هر کسی که به حج نرفته باشد پس بهترین عبادت برایش چیست؟ این روزداری است. حدیثی صحیح آمده است که هر کسی که در این روز عرفه روزه می دارد گناهی گذشته یک سال و گناه یک سال آینده اش بخشیده می شود. الله اکبر، الله اکبر. در حدیث های صحیح ثابت شده است که الله سبحانه و تعالی هر شب در 3 قسم شب به آسمان دنیا نازل می شود. هر شب، اما روزانه یگانه روزی که الله به آسمان دنیا نازل می شود و بندگانش را می بخشد و رحمتش به نهایت وسیع است، این روز عرفه است. یگانه روزی که ثابت شده است در حدیث صحیح که الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا نازل می شود. و به خصوص اهل عرفه را که در مکه مکرمه، در جانب مکه مکرمه هست، الله سبحانه و تعالی حاجی ها را
می بخشد. و هر کسی که در این روز روزه بدارد، به استغفار کردن مشغول شود، توبه نماید، ذکر بکند، تلاوت قرآن بکند و اینچنین به دیگر از عملهای صالح مشغول بشود، بداند که به فضل بزرگی، به ثواب بزرگی، به عملهای زیادی صالح برخوردار خواهد شد. این روز عرفه مثل دیگر روزها نیست. از همین جهت است که ثابت شده است که ابن عباس رضی الله عنهما و عمرو بن حریث و یک چند از صحابگان دیگر رضی الله عنهم همچنین می گفتند که در روز عرفه در مسجد باقی بمانید. این صحابگان می گفتند که در روز عرفه در این مدت در مسجد بمانید، ذکر بکنید و عبادت الله را انجام بدید. الله اکبر. علما می گویند بزرگترین روزداری از همه روزه بزرگترین، روزداری بزرگترین بعد از ماه مبارک رمضان این روزداری روز عرفه است. در یک روزی که شما روزه می دارید، در روز عرفه 2 سال گناه شما را الله سبحانه و تعالی می بخشد. بهترین عمل در روز عرفه این روزداری است و بعد از این تکبیر گفتن است، دعا کردن است، استغفار کردن است. البته دعای خاصی معینی نآمده است که دیگه همه دعاها را ترک بکنید و فقط به یک دعا مشغول شوید. هر دعایی که می توانید بکنید. تکبیر در این روزها تکبیر گفته می شود. البته صیغه تکبیر به یک چند نمود وارد شده است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد و صیغه های دیگر هم به همین نمود وارد شده است. در روز عرفه بعد از نماز فجر چخیلی که ثابت شده است این ذکر شروع می شود و بعضی از علما در روز عید میگند، اما چخیلی که محدثین و محققین میگند در روز عرفه شروع کردن به این ذکر بهترین است. بعد از نماز فرض انسان وقتی که سلام میدهد 3 بار استغفر الله میگد و بعد از این اللهم انت السلام و منک السلام و بعد از این شروع میکند بعد از این دو رو به پایان رسانیدن تکبیر را، الله اکبر، الله اکبر را. بعد از هر یک نماز فرضی نهم روز عرفه این نهم ذوالحجه است. روز نهم، روز دهم، روز 11، روز 12 و روز 13 تا روز 13 بارک الله فیکم این ماه ذوالحجه تا عصرش روز عید و ایام التشریق. بارک الله فیکم. پس اینچنین در این روز این تکبیرها را که بعد از نماز گفته می شود غیر از بعد از نماز هم در دیگر وقتها هم بسیار بگویید و به ذکر و به تلاوت قرآن مشغول باشید. در حق اسلام مسلمین دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی حق را آشکار بکند، ظاهر بکند و باطل و ناحق و اهلش را نابود بکند و خوار و ذلیلشان بکند، حق و اهلش را ظاهر بکند. دعا بکنید در حق علمای اهل سنت و الجماعت، اون علمای حقیقی ربانی که با ظلم و ستم 10 ساله هاست در درون
زندان و زنزانه ها خواب هستند. دعا بکنید در حق مستضعفین، در حق ضعفا که از این امت اسلام هستند. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی این امت را به توحید بازگرداند، امتی موحد گرداند. حیاکم الله و بیاکم.